خطرناکترین داستانی که در ولایت فاریاب رخ داد. مطمئن هستم از شنیدن این داستان شوکه خواهید شد. دختری به نام گلبانو زندگی می‌کرد. او زیباترین دختر روستا بود. زیبایی او همچون طلسمی بود که نه تنها دلهای مردمان روستا را به لرزه می‌انداخت، بلکه موجودات ناشناخته و خطرناکی را نیز به سوی او می‌کشاند. شبی سرد و تاریک گلبانو در خانه خود تنها بود. شب به نیمه رسیده بود و سکوتی مرگبار بر همه جا حاکم بود که ناگهان صدای خراشیده و هم انگیزی از درون دیوارهای خانه بلند شد. صدا زمزمه وحشتناک بود، صدایی که از اعماق جهان دیگر به گوش می‌رسید. گلبانو ابتدا آن را توهمی بیش نمی‌دانست، اما هر شب این زمزمه‌ها شدیدتر و وحشتناکتر می‌شدند تا جایی که صدای خنده‌های شیطانی و فریادهای دلخراش در دل شب‌ها خانه‌اش را پر می‌کردند. یک شب در خواب موجودی شیطانی با چشمانی سرخ و درخشنده به او ظاهر شد. او شبیه به انسانی نبود، بلکه همچون سایه‌ای تاریک و سیاه با بدن خمیده و دستانی دراز و ناخن‌های تیز به او نزدیک شد. صدایش همچون نیش خنجری در گوش گلبانو پیچید و گفت: گلبانو، من تو را انتخاب کرده از این پس تو همسر من خواهی بود. اگر مخالفت کنی تمام کسانی که دوست داری رو یکی یکی با دستان خود خواهم کشت و در خون آنها غرق خواهم کرد. گلبانو با وحشتی غیرقابل تصور از خواب پرید و فریاد زد، اما هیچ کس به کمکش نیامد. او هر شب کابوسی بدتر از شب قبل داشت و هر بار اون موجود تاریک با تهدیدهای وحشتناک تری باز میگشت. او مجبور شد با ریش سفیدان روستا صحبت کند. اونها از او خواستند که نزد ملای پیر و جادوگر روستا بره. در ملا پس از شنیدن ماجرا به گلبانو گفت که این جن نه تنها عاشق اوست، بلکه این عشق نوعی وسواس مرگبار و سیاه است و اگر با او ازدواج نکند، جن او و تمام روستا را به خاک و خون خواهد کشید. ملا به او هشدار داد که این موجود بیرحم و خشن است و قدرت‌های شیطانی دارد، اما تنها راه نجات تسلیم شدن و قبول کردن ازدواج با اوست. در نهایت گلبانو با چشمانی پر از اشک و قلبی شکسته تصمیم گرفت به این ازدواج شوم تن دهد. شب عروسی طوفانی وحشتناک برپا شد. گلبانو در میان طوفان و زیر نور قرمز ماه تنها در دل کوه‌ها ایستاده بود. ناگهان صدای قدم‌های سنگین و ترسناکی به گوشش رسید. موجودی شیطانی با چشمانی که آتشین می‌درخشید و بدنش از دود و سایه بود به او نزدیک شد. او گلبانو را در میان پنجه‌های خونین و تیزش گرفت و در تاریکی شب با خود به دنیای تاریکی برد. دور از آن شب به بعد هیچ کس دیگر گلبانو را ندید، اما هر از گاهی صدای جیغ‌های وحشتناک و زمزمه‌های شیطانی از کوه‌ها به گوش می‌رسید. مردم روستا می‌گویند که روح گلبانو هنوز در آنجا اسیر است و هر شب در دستای اون جن خونخوار به دام افتاده